میدونستین تو بازی اسپایدرمن مایلز مورالز یه ایستر اگ هست که احتمالاً خیلیاتون ازش خبر ندارین؟ اگه تو نقشه به این نقطه بیاین و ساید میشن مربوط به همین مغازه رو کامل انجام بدین، آخرش یه لباس ویژه براتون باز میشه. حالا باحالیش چیه؟ تو این لباس یه گربه بامزه همراهتونه که میپره تو کوله پشتی مایلز و هر جا برید باهاتونه. و جالبتر این که تو فینیشرها یهو از کوله میپره بیرون و کمکتون میکنه. خیلی ها این قسمت رو اصلا نمیبینن، ولی واقعا یکی از جالبترین ایستر اگ های بازیه. برای ویدیوهای بیشتر ساب کن. میدونستین تو بازی اسپایدرمن مایلز مورالز یه ایستر اگ هست که احتمالاً خیلیاتون ازش خبر ندارین؟ اگه تو نقشه به این نقطه بیاین و ساید میشن مربوط به همین مغازه رو کامل انجام بدین، آخرش یه لباس ویژه براتون باز میشه. حالا باحالیش چیه؟ تو این لباس یه گربه بامزه همراهتونه که میپره تو کوله پشتی مایلز و هر جا برید باهاتونه. و جالبتر این که تو فینیشرها یهو از کوله میپره بیرون و کمکتون میکنه. خیلی ها این قسمت رو اصلا نمیبینن، ولی واقعا یکی از جالبترین ایستر اگ های بازیه. برای ویدیوهای بیشتر ساب کن. میدونستین تو بازی اسپایدرمن مایلز مورالز یه ایستر اگ هست که احتمالاً خیلیاتون ازش خبر ندارین؟ اگه تو نقشه به این نقطه بیاین و ساید میشن مربوط به همین مغازه رو کامل انجام بدین، آخرش یه لباس ویژه براتون باز میشه. حالا باحالیش چیه؟ تو این لباس یه گربه بامزه همراهتونه که میپره تو کوله پشتی مایلز و هر جا برید باهاتونه. و جالبتر این که تو فینیشرها یهو از کوله میپره بیرون و کمکتون میکنه. خیلی ها این قسمت رو اصلا نمیبینن، ولی واقعا یکی از جالبترین ایستر اگ های بازیه. برای ویدیوهای بیشتر ساب کن.